یعنی بعد از هر وضعی دشواری هست، آسانی هست معذرت میخوام. فاذا فرغت فانصب، چون از کار فارغ شوی و عبادت کوش. یعنی برادر عزیز فرمان بیتیه مفسرات تفسیر کردن، هر قول آوردن. ابن کثیر در تفسیر همین آیه می‌فرماید که چون از کار فارغ شوی یعنی از دنیا و دنیاداری وقتی فارغ میشی، بعد هر یک کاری که در دنیا میکنی با خدای خود مشغول باش زیادتر. یعنی بعد از کار دنیا رو تمام کردن دیگه هم که غافل نباش. البته پیامبران غافل یک لحظه هم از خدا نبودن، اما آیه عام است برای همه تعلیم داده است که بعد کار از خدا غافل نباش، دست به کار و دل به یاد. یعنی کار تمام شد، کوشش کن سوی خداوند زیادتر ذکر و عبادت و باز هم زیادتر. پیامبر نازنین ما و شما حبیب دلها معصوم بودن برادر عزیز، گناه نداشتن، اما قدر عبادت میکردن که معرف ها بگه سرای زانوی پیامبر، سرای زانوشان مثل سرای زانوی شتر بگه کلچه میریزد، کلچه شده. ولی بعضی بزرگای بینیم اگر بالای پاشان از سبب اثری نماز خواندن یا شیشتن اثر داره یا پوست پاک شوی دارد در بالای پاش، پیامبر صلی الله علیه و سلم بگه سرای زانوشان هم حالا دارد. پیامبری که هیچ قدر گناه و هیچ قدر بگیم غلط لغزشی نداشتن، این قدر نماز خواندن باعث چی بود؟ حضرت عایشه مادر ما وقتی سوال کردن که این قدر نماز برای شما معصوم گناه پیشینه و باطنات خدا بخشیده کرد. عایشه گفت آیا بنده شکرگزار نباشم؟ آیا بنده نباشم که شاکر باشم، بنده شکرگزار باشم؟ جوانای عزیز، برادرای مهربان، بهترین نعمت برای ما و شما در همین آوان جوانی ما همین جوانی ما در جوانی ما اگر کاری درست، رفتاری درست کرده که خدا و پیغمبر خوشحال باشد، در حالتی که پیر شده مثل مسافرهای تولد، اما عبادت جوانی ما نمیستن.